به نام خداوند بخشنده و مهربان. با سلام و درود خدمت شما همراهان همیشگی. من الیشاداب هستم. به کانال خودتون خوش آمدین. فال امروز شما. ممنون که ما رو همراهی میکنید. لطفاً با خلوص دل نیت فرمایید. فروردین ماهی عزیز، اگر قصد انجام کاری رو داری یا کار خیری رو میخوای انجام بدی، برات بسیار عالی میبینم. توی مسائل کاریت مشکلی پیش آمده، اگر شاغل هستی و دچار به هم ریختگی شدی، اما نگران نباش، شانس و اقبال به شما روی میاره و حل میشه. از لحاظ خانوادگی دچار مشکل و به هم ریختگی هستید، به خاطر مشکلات احساس ناامیدی می کنید. برای خانم ها دیده میشه از دست آقایی بسیار ناراحت و عصبانی هستید. هیچ وقت سعی نکنید به خاطر دیگران و به تبعیت از آنها وانمود کنید کسی هستید که با شخصیت خود واقعیتون فرق دارید. امروز تنش هایی که بین شما و دیگران وجود داره باعث تنهایی شما شده و ممکنه به رابطه عاطفی شما لطمه های جدی وارد کنه. غمی توی دلتون دارید، شما رو منزوی کرده. بهتره تنها نمونید و در جمع‌های خانوادگی حضور داشته باشید. توی روابط احساسیتون ممکنه یک مقدار فاصله بین شما باشه، ولی یک شروع دوباره برای شما دیده میشه. اگر آماده و پذیرایی که اتفاقی بسیار عالی در زندگیت رخ بده، کد کیهانی 999 رو کامنت کن. اردیبهشت ماهی عزیزم، برای آقایون دیده میشه خانمی نگرانتونه و یک جوری میخواد از شما خبر بگیره، ولی برای جلو آمدن مردده و دل میکنه، ولی به هر حال جویای احوالتون میشه. سختی های زیادی رو تحمل کردید، مسئولیت های زیادی رو به دوش کشیدید. به هر حال روشنایی به زندگیتون میاد، سختی هاتون تموم میشه و شما به موفقیت میرسید. در زمینه‌ای که تلاش میکنید براتون شادی افتاده. برای مجردین خواستگار دیده میشه که این خواستگار با عشق و علاقه قدم جلو میذاره. امضای یک قرارداد برای شما دیده میشه که میتونه قرارداد کاری یا مالی باشه یا امضای ازدواج باشه. تغییرات مثبتی برات میبینم در زمینه مالی و احساسی. خیلی عجول نباش، صبر کن، مطمئن باش، اتفاقات خوب برای شما یکی یکی پیش میاد. اگر قصد انجام کاری رو داری برات بسیار عالی و مثبت خواهد بود. توی روابط احساسیت، شخص احساسیت برای جلو آمدن استرس و تردید داره. از موضوعی دچار دودلی شده ولی به زودی دیدار خواهید داشت و به شما بسیار فکر میکنه. اگر آماده و پذیرایی که اتفاقی بسیار عالی در زندگیت رخ بده، کد کیهانی 999 رو کامنت کن. خرداد ماهی عزیزم، در مسائل مالی، کاری و عشقی میبینم عده‌ای از شما دچار شکست شدید. رابطتون در حال سرد شدنه. خودتون هم در یک بلا تکلیفی قرار گرفتی، نمیدونی باید چی کار کنی. بلا تکلیفی داره بهت فشار میاره. اگر قصد سرمایه گذاری داری صبر کن. اگر میخوای پیشنهاد دوستی رو قبول کنی صبر کن. اگر رابطت کات شده و میخوای اقدام کنی صبر کن و با درایت و فکر جلو برو. کلاً برات صبر افتاده. از طرف شخصی ساپورت مالی میشی. ممکنه از طرف مادرتون
حمایت مالی بشید. یک سفر برات میبینم که کنسل میشه، ممکنه تأخیرم داشته باشه، اما فعلا کنسل شدنش مشخصه. توی روابط احساسیتون دوست داشتنتون دو طرفه است، ولی یک خانم با حسادتی که داره برای این رابطه مشکل سازی میکنه. این رابطه ممکنه کم رنگ بشه و پر رنگ بشه، سرد و گرم بشه، ولی با هم هستید. در اصل عشقتون دو طرفه است و صادقانه. اگر آماده و پذیرایی که اتفاقی بسیار عالی در زندگیت رخ بده. کد کیهانی 999 رو کامنت کن. تیر ماهی عزیزم، یک کار دادگاهی قانونی یا اداری داری که نتیجه برات موفقیت آمیز و مثبته. شخصی دوستت داره و قلباً به شما تمایل داره. ممکنه لجباز باشه اما شما رو دوست داره. یک موفقیت کاری و مالی برات در راهه. برای مجردین خانم خواستگاری و ازدواج همراه با سعادت و خوشبختی دیده میشه. امروز روز عمل کردنه. ممکنه سپردن کارها به دیگران یک نوع ریسک به نظر برسه. فکر کنید که اگر همه کارها رو خودتون انجام بدید بهتره و یا اینکه به دیگران واگذار کنید. برای شما میبینم یک کار مهم داری که باید روش تمرکز کنی. اگر تمرکز کنی اونو میتونی به بهترین شکل ممکن انجام بدی. مشکلاتی که در زندگی داری رو به پایانه. باید صبور باشی. توی روابط احساسیتون دلتنگی شدید دو طرفه دیده میشه. شخص احساسیت بسیار شما رو دوست داره. تا 4 وعده زمانی دیگه یک پول به دستت میرسه که گره از مشکلات مالیت حل میکنه. اگر آماده و پذیرایی که اتفاقی بسیار عالی در زندگیت رخ بده. کد کیهانی 999 رو کامنت کن. مرداد ماهی عزیز، اگر یک کار قانونی، دادگاهی یا مسیر اداری دولتی داری فعلا جواب منفی میشنوی. برات زمان میبره. ممکنه تا 4 وعده زمانی دیگه هم طول بکشه تا جواب مثبتی که انتظارش رو داری رو دریافت کنی. در مورد مسئله نگران هستی که میتونه در مورد مسائل مالی و عاطفیتون باشه. 100% حل میشه. ممکنه یکم کم رنگ و پر رنگ بشه، ولی لازمه توی این مسیر سختی هایی رو بکشی تا مشکلاتت حل بشه. برای مجردین خواستگار میبینم. اردیبهشت ماه برای شما ماه بسیار عالیه. اتفاقات خوبی برای شما رخ میده که خوشاینده و خوشحالتون میکنه. برای خانم ها میبینم آقای دوستتون داره و نگران شماست. به شما توصیه میکنم به یک سفر برید تا آرامش دوباره به شما برگرده. برای کسانی که در هیچ رابطه‌ای نیستید یک پیشنهاد عاطفی بسیار عالی دیده میشه. اگر قصد داری کاری رو انجام بدی برات بسیار خوبه. توی روابط احساسیت اگر بهت پشت کرده تا 4 وعده زمانی دیگه به سمتت میاد و یک جورایی از دلت در میاره. یک پیام و تماس خوشحال کننده رو دریافت میکنی. اگر آماده و پذیرایی که اتفاقی بسیار عالی در زندگیت رخ بده. کد کیهانی 999 رو کامنت کن. شهریور ماهی عزیزم، پنهان کاری داری یا شخصی داره یک موضوع بسیار مهم و از شما پنهان میکنه. یک نفر که به شما بسیار نزدیکه، به شما و عشقتون و زندگیتون حسادت میکنه اما نمیتونه کاری از پیش ببره. برای مجردین خواستگار و پیشنهاد ازدواج دیده میشه تا 2 وعده زمانی دیگه. مراقب باشید که شخص مقابلتون چه از لحاظ کاری یا عاطفی داره چی از شما پنهان میکنه یا شما دارید چی ازش پنهان میکنید، چون در هر صورت به هر حال دست یکی از شما به زودی رو میشه. امکان داره یک سری از مشکلات هم برای شما به وجود بیاره.
بنابراین سعی کنید که صادق باشید. یک تلفن احساسی دارید که شما رو خوشحال میکنه. کاری رو میخوای انجام بدی. در هر زمینه‌ای که هست به موفقیت نزدیک میشی و بیشتر راه رو طی میکنی. بنابراین دست از تلاش بر ندار. توی روابط احساسیتون اگر دوست هستی دیدار دارید، اما ممکنه کمی تأخیر داشته باشه. اگر آماده و پذیرایی که اتفاقی بسیار عالی در زندگیت رخ بده، کد کیهانی 999 رو کامنت کن. مهر ماهی عزیزم، خواسته و حاجتی داری، بابتش نذر کردی، متوسل شدی، برات حاجت روایی میبینم. انگار از دست مرد جوانی ناراحتی یا ناراحت میشی چون به قولی که به شما داده نمیتونه عمل کنه. البته تا حدودی براش مقدوره، ولی در حال حاضر شرایطشو نداره. کمی مشکل داره. حالا میتونه از لحاظ کاری و مالی باشه یا به خاطر خانوادشه. ولی به شما وفاداره. از طرفش یک هدیه یا پول کمی رو میبینم که دریافت میکنید. امکان داره به زودی به شما پیشنهادی بشه. این پیشنهاد میتونه پیشنهاد ازدواج باشه، یا اگر در اوضاع مالیتون دچار مشکلات زیادی هستید، یک مبلغ پول که خیلی هم زیاد نیست به دست شما میرسه. توی روابط احساسیت رقیب میبینم. در حال حاضر از میدون به در شدن و پوچ شدنش یک مقدار سخته، اما تا 2 وعده زمانی نزدیک پوچ میشه. یک خوشحالی کوتاه مدت برات میبینم که به شما احساس خوشبختی میده. اگر آماده و پذیرایی که اتفاق بسیار عالی در زندگیت رخ بده، کد کیهانی 999 رو کامنت کن. آبان ماهی عزیز، شریک احساسیت یا همسرت بسیار دوست داره. برای برخی از شما میبینم که امکان داره به یک مسافرت برید و یا حتی به تنهایی برید. اطرافتون حسود و افراد تنگ نظر زیاد میبینم. از لحاظ مالی اما حمایت میشی. از طرف شخصی یک پیامی رو دریافت میکنی که این پیام از طریق تلفنه. این پیام برای شما مهم خواهد بود. انگار یک جورایی برای شنیدن این خبر و پیام چشم انتظار بودی. برای کسانی که در روابط احساسی هستید، یک تلفن عاشقانه بسیار عالی میبینم. به زودی برای شما دیده میشه که از لحاظ مالی تا 6 وعده زمانی دیگه یک خرید و فروشی رو انجام میدید که سودی عاید شما میشه. یک خانم در زندگی شما هست که این خانم برای شما بسیار دعا میکنه. سنش بالای 45 ساله. اگر آماده و پذیرایی که اتفاقی بسیار عالی در زندگیت رخ بده، کد کیهانی 999 رو کامنت کن. آذر ماهی عزیزم، اگر قصد داری کاری رو انجام بدی، بهتر دست نگه داری. زمانش کاملا نامناسبه. یک موفقیت که میتونه در زمینه مالی یا احساسی باشه برات میبینم. یک مقدار پول به دستت میرسه که گره مالی زندگیت رو باز میکنه. شخصی توی یک مسیر و یک راه برات قدم بر میداره. تقریبا به اون آرامشی که مد نظرته میرسی و اون زمینه‌ای که توی ذهنت هست برات فراهم میشه. برای مجردین خواستگاری، ازدواج و تشکیل خانواده میبینم. پولی که بزرگه و غیر منتظره هست قراره وارد زندگیت بشه. بهت آرامش میده، بهت خاطر جمعی میده. در اواسط فصل تابستان این پول به دستت میرسه. خبر یک بارداری به گوشت میرسه. خبر خوش برات زیاد میبینم که دریافتشون میکنی. اگر منتظر خبر
نتیجه یا حکمی هستی، مطمئن باش که به زودی دریافتش میکنی و نتیجه مثبت و ثمر بخش خواهد بود. توی روابط احساسیتون ممکن از هم دور باشید ولی دوست داشتنتون دو طرف است. ممکنه مشکلاتی در این رابطه باشه اما صبر کنید، این رابطه گرمتر خواهد شد اگر آماده و پذیرایی که اتفاقی بسیار عالی در زندگیت رخ بده. کد کیهانی 999 رو کامنت کن. دی ماهی عزیزم، یک خبر تلفنی تا برج 7 یا 8 دریافت میکنی. یک موفقیت و کامیابی برات میبینم که این موفقیت حق شماست چون خیلی تلاش کردید. شما برای خودتون عقاید خاص و احساسات خاصی دارید، خصوصیات خاص که برای رسیدن به موفقیت باید دست به کارهای خاص بزنید. پس وقت انجام کارهاتون رسیده، بهتره تا دیر نشده مشغول به انجام دادن اونها بشید. اخبار خوبی به شما میرسه بعد از یک سری کشمکش ها و اخبارهای بدی که در زندگیت بوده. این خبر خوب به شما آرامش میده. اعصاب خوردی زیاد برات میبینم از طرف پارتنر و یا همسر و یا خانواده که انرژی منفی به شما وارد میکنه و حال روحی شما رو به هم میریزه. اگر که مشکلات روحی داری، اگر که دچار افسردگی هستی، به زودی این مشکلات از شما برداشته میشه، حال دلتون دوباره خوب میشه، راه برای مسیر مالی شما باز میشه. ممکنه چیزی رو گم کنی که وقتی رو برای پیدا کردنش صرف کنی و شما رو ناآروم کنه. بنابراین مواظب باش. توی روابط احساسیتون دیدار گرمی برای کسانی که در روابط دوستی هستند دیده میشه. پیام و تماس خوشحال کننده‌ای براتون میبینم. نسبت به شما وفاداره و دائم به شما فکر میکنه. اگر آماده و پذیرایی که اتفاقی بسیار عالی در زندگیت رخ بده، کد کیهانی 999 رو کامنت کن. بهمن ماهی عزیزم، برای عده‌ای از شما یک سفر میبینم. این سفر امکان داره برای پیشبرد مسائل مالی و کاریتون باشه. یک نفر ازت دوره، امکان داره به خاطر سفر باشه یا به دلیل مهاجرت باشه یا هر دلیلی که داشته باشه. تا 5 وعده دیگه ازش یک خبر خوب رو دریافت میکنه و حتی امکان داره که باهاش ملاقات داشته باشی. خیلی مراقب دشمناتون باشید تا ازشون ضربه نخورید. براتون میبینم اگر مجردی، شخصی که صاحب کاره و وضعیت مالی خوبی داره به شما پیشنهاد ازدواج میده. توی روابط احساسیتون طرف مقابل خیلی دوست داره که احساساتش رو به شما نشون بده، دوست داره تماس بگیره، دوست داره عشقش رو ابراز کنه، عنوان کنه. ممکنه به دلایلی از شما دور باشه اما دلتنگی دو طرفه براتون میبینم. از لحاظ شرایط مالی میبینم در حال حاضر در جایگاه خوبی قرار داری اما خودت توقع داری که درآمدت انگار بیشتر بشه. اگر یک شغل داری دنبال این میگردی که یک راه درآمد دیگر رو برای خودت پیدا کنی. نگران نباش، باید صبور باشی اما برات میبینم که تا برج 8 به احتمال زیاد برات این شرایط فراهم میشه. اگر با شخصی قهری به زودی آشتی داری، خودش برای دلجویی پیش قدم میشه. اگر آماده و پذیرایی که اتفاقی بسیار عالی در زندگیت رخ بده، کد کیهانی 999 رو کامنت کن. اسفند ماهی عزیزم، استرس و اضطراب داری. انگار قلبت شکسته. احتمال داره توی روابط احساسی قلبت شکسته باشه. احساس میکنی بهت خیانت شده و این باعث استرس و نگرانی شده. حتی
اگر در مورد مسائل احساسی نباشه. شاید احساس کنی که خانواده یا دوستات بهت خیانت کردند. اگر توی روابط احساسیت مشکلی پیش اومده، انگار شخصی بدگویی کرده و فاصله ایجاد کرده، این شخص به شما بسیار حسادت میکنه. سفر یا سفر کرده داری، خبر خوشی که مثل نقل مکان، جابجایی یا سفره به شما میرسه. مشکلی داری که شخصی در این راه به شما کمک میکنه، شخصی که سرشار از انرژی مثبت و میتونه شما رو در این کار یاری بده. دخالت هایی در زندگیت هست، دخالت هایی که ممکنه یک سری مشکلات هم برات به وجود بیاره. شخصی دوستت داره، نسبت به شما علاقه‌منده، بهت فکر میکنه. برای مجررین خواستگار میبینم، خواستگاری که متولد دیما هستش. کسانی که توی روابط احساسی نیستند و کسی به شما توجه انگار نداره میبینم. یک نفر به زندگی شما وارد میشه، به شما پیشنهاد دوستی و ابراز علاقه میکنه. یک موفقیت عالی در زمینه مالی و کاری براتون دیده میشه. اگر آماده و پذیرایی که اتفاقی بسیار عالی در زندگیت رخ بده، کد کیهانی 999 رو کامنت کن. دوستان و همراهان همیشگی، بسیار خرسندیم که امروز هم با مهر همیشگی ما رو همراهی کردید. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتان باشد.